دکتر پوریا، ما شما رو میون مخلصان تاجیکستان در بازی گذشته دیدم. شما با تاجیکستان هم مخلصی میکنید؟ من علاقه دارم به تاجیکستان، بله خیلی زیاد. همه کشورهای فارسی زبان، حالا ایران که خب کشور منه و من تو انگلیس زندگی میکنم. اگه که قرار باشه تیم‌های فوتبال داشته باشم، اول ایرانه، بعدا انگلیسه، بعد تاجیکستان، بعد افغانستان. و برای همین خیلی خوشحالیم که برای دفعه اول تیم تاجیکستان آمده به مسابقه ها. ما یه تیم دیگه هم داریم که دنبالشون بریم و همینطور خیلی خوشحالم که تونستن نتیجه بگیرن و مردم خوشحال کردن تو تاجیکستان. و نه فقط باعث خوشحالی مردم میشه، سطح فوتبال تو تاجیکستان هم میاره بالا. توی این چند سال گذشته فوتبال تاجیکستان پیشرفت کرده توی رده‌های نوجوانان، جوانان و همینطور توی رده المپیک، ولی که الان می‌بینیم که تو رده ملی هم داره پیشرفت میکنه. توی باشگاهی دیدیم که استقلال دوشنبه اومد تو لیگ قهرمانان آسیا نتیجه گرفتن و این خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه من فکر میکنم که علاقه‌مندی، طرفداری و همینطور پتانسیل فوتبال تاجیکستان خیلی بیشتر از این میتونه باشه. خب ما فردا با دسته منتخب امارات بازی میکنیم. بازی نهایت مهم است، بازی 8 نهایی. شما از این بازی رو چه انتظار هستید؟ تاجیکستان میتواند ببرد این امارات را؟ اگر که این سوالو شما 2 هفته پیش از من میپرسیدی، من میگفتم که تاجیکستان شانس نداره، فکر میکردم که امارات شانس داره. ولی الان که نگاه میکنی به مسابقه، بدون اینکه هیجان زده بشه خیلی زیاد، تاجیکستان شانس داره، قطعا هم شانس داره. و ما توی نشست خبری هم دیدیم که همه گفتن این بازی 50-50، 50% برای تاجیکستان، 50% واسه امارات. خیلی بستگی داره که توی روز مسابقه، یعنی فردا، کی تصمیم درسته رو میگیره، کی متمرکزتره، کی هوش بیشتری داره و شرایط مسابقه دیگه تحت تاثیر قرار نمیده. ما چیزی که از بازیکن‌های تاجیکستان دیدیم اینه که الان 3 تا مسابقه انجام دادن توی 9 روز. الان دوباره فرصت دارن که بدنها رو آماده بکنن و متمرکز باشن که بیان امارات رو شکست بدن. انگیزه خیلی بالایی دارن، بنابراین هر چیزی محتمله. نظر شخصی من رو بخوای، من فکر میکنم که ممکنه که بازی خیلی تو اختلافهای کوچیک تصمیم گرفته بشه. شاید با اختلاف 1 گل، شاید توی ضربات پنالتی. تشکر. سلام باشید. دوستان گرامی، اینجا در نزد ما ابراهیم از تلویزیون قطر مصاحبه‌های زیادی انجام داد و ما هم خواستیم از او بپرسیم که بازی بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و همچنین امارات چگونه انجام یابد. نحن نظهر معكم عبر التلفزيون الطاجيكستاني. دسته منتخب تاجیکستان از گروه با 1 غلبه، 1 مساوی و 1 باخت برآمد و فکر میکنم که این دستاورد خیلی خوب هم هست. من بازی بین دسته‌های منتخب قطر و تاجیکستان رو دیدم و قطری‌ها با 1 دشواری از این مسابقه با غلبه برآمدند. اما فوتبال بازی شما روحاً و همچنین از نگاه جسمانی خیلی قوی هستند. بازی نهایت خوب نشون میدن و در برابر دسته منتخب امارات متحده عرب که حالا بازی میکنند، شاید تجربهشون کافی نباشد، ولی بازی باید برابر باشد. اگر که فوتبال بازی شما با مغلوبیت دچار شدن، هیچ غم نیست. در آینده آنها میتوانند که باز با کامیابی‌های نظررس صاحب شوند. ولی اگر شما گویید که دسته منتخب تاجیکستان غلبه بکند، پس آفرینشان و ما با آنها میگیم که شاید صاحب جام هم شوند. این را خوب وقت نشون میدهد. الحال بازی در پیش بوده با دسته منتخب امارات متحده عرب است که نه بازی آسان بلکه نهایت دشوار خواهد بود.